رهبری شورای همبستگی ترکمنان افغانستان. آقای حاجی زاده سلام بر شما، برنامه خوش آمدین. سلام بر شما بیننده های تلویزیون. در رابطه با ربوده شدن عبدالرؤوف و میشه بر ما بگوین و اعتراضاتی که از زمان ربوده شدنشان تا کنون ادامه داره؟ ترکمن ها در بلخ قربانی رویدادهای سیاه ناعدالتی و ناامنی شده است و همواره ترکمن ها بهترین های خود را و با ارزشترین های خود را در این ناامنی ها از دست می دهند، از ترور و شکنجه گرفته تا اختطاف های زنجیره‌ای. قبلا هم جوانی 21 ساله به نام جمعه ترکمن اختطاف شده و به قتل رسید و ما هم اعتراضاتی داشتیم و اخیرا ظالمان جوان طفل 9 ساله را هدف قرار دادند، طفلی که تا حال در آغوش مادر هوس و تازه مفهوم زندگی کردن می آموخت. عبدالرؤوف 9 ساله بیشتر از 47 روز می شود در تحت شکنجه آدمربایان قرار دارد و تحت شکنجه روحی و جسمی که هر لحظه میرد و زنده می شود. خیلی دشوار است و ترکمن ها ولایت بلخ درب مقام ولایت را بستند و دیروز هم بانوان ترکمن درب مقام ولایت بستند و در کل افغانستان ترکمن ها دست به اعتراض زدند، عدالت خواهی زدند به خاطر رهایی عبدالرؤوف جان و ما هم خواهان از این هستیم که عبدالرؤوف جان را به در آغوش مادر برگردانه و ظالمان با تهدیدهای متواتر فامیل عبدالرؤوف جان هر لحظه جگرخون میکند و به این جگرخونی ایشان خیلی ها نگران هستند که عبدالرؤوف جان چه حال روزی داشته باشد. خیلی دشوار است برای مردم ولایت بلخ. درست، در 48 روزی که عبدالرؤوف ربوده شدن نهادهای امنیتی در بلخ چه کار کردن؟ آیا پیشرفت داشتن یا خیر؟ در کل نهادهای امنیتی در بلخ کدام پیشرفتی نداشتند و آنها هم وعده های همکاری و همچنین وعده های پیدا کردن عبدالرؤوف جان را میدهند، اما نمیتونه درد ملت ترکمن در ولایت بلخ مداوا بکنه، چرا که مردم افغانستان از وعده های پوچ به تنگ آمدند و نمیتوانند به وعده ها باور بکنند و در زمین این بار اول نیست که ترکمن ها در ولایت بلخ ترور می شوند. بعد زمانی که در ولایت بلخ ما را ترور کردند ما سکوت اختیار کردیم و شکنجه مان کردند، ما بنادر حیرتان را بستیم، اعتراض کردیم، بروز اختطاف مان کردند، قتل مان کردند، اعتراض کردیم. فکر میکنیم که ضعف در کجاست که چون این حملات اختطاف ها ادامه پیدا میکنه؟ دو اصل دلیل عمده وجود داره. یکی یا نهادهای امنیتی در این راستا خیلی ضعیف است و نمیتوانند پیدا بکنند و یا ای که نهادهای امنیتی در بلخ دست دارند با این گروه های هراس افکن و ترکمن ها به خاطری که نبودن در حکومت، در بدن حکومت مثلا در وزارت ها یا بهترم در مقام های ولایت بلخ و همچنان به خاطری که به مردم های عادل و صادق هستند اینا را آزار میدهند، شکنجه میکنند. حالا آدمربایی چی ربط میگیره به ای که چه یک فرد جامعه به چه قومه یا تبار تعلق داره؟ مشکل اصلی نمینجا است. اصلی نمینجا است که برای همه هویداست که ترکمن های مردم های تجارت پیشه بودند از زمان های تا قبل، یعنی تجارت قالین اینو آن را داشتند. یک دلیل عمده میتونند که اینا به خاطر